جعبه دستمال کاغذی چوبیه که قسمت بالاش MDF خامه. اینو ما میخوایم دکوپاژش بکنیم و از تکسچر هم استفاده میکنیم برای برجسته کاری و چسب ناپکین داریم مخصوص دستمال کاغذی، پودراسی برای کهنه‌کاری و رنگ سفید. برای استفاده از دستمال کاغذی تو دکوپاژ حتما زیر کارتون روشن باشه. حالا نه حتما سفید، ولی خب رنگای سفیدابی، یعنی سفید غالب باشه، مثلا سفیدی که یه ذره کوچولو قرمز توش میشه صورتی، یا آبی خیلی کم رنگ، یا سبز خیلی کم رنگ. اگه رنگتون پررنگ باشه دستمالتون روی اون سطح تیره محو میشه و دیده نمیشه. سطح چوبمون رو یه دست دنباله میزنیم. هواهاش هم بزنیم که این تیزیای که چوبا به هم کلاف شده این از این حالت در حتما این کارو بکنیم. با رنگ سفید آکریلیک و این رنگ آبی پودراسی من یک رنگی درست کردم که با یک از این برگام همخونی داشته باشه. حالا به صورت ابر و بادی، یعنی یه جا رنگ پررنگ رو بذارین، یه جا رنگ کم رنگ رو بذارین، همینجا با تامپون صافش کنین. اینا اینجوری نحتش کنین، میره تو دل هم دیگه. یکم سفید، یکم آبی، حالت ابر و بادی پیدا میکنه. لازم هم نیستش که چند دست رنگ بزنید، رنگ و غلیظ بذارین، اصلا با آب رقیق نکنین رنگ اکریلیکتون رو. من از رنگ نیپون استفاده میکنم، پودراسی من که کادنسه. اینجوری دیگه یه دست برای کار کافیه. البته من پرایمر نزدم زیر کارم چون MDF خوبیه، ولی شما حتما پرایمر رو زیر کار بزنید، بعد مراحل بعدی رو انجام بدید که رنگ رو کار برداشته نشه. اینو ادامه میدیم تا انتها. یکم که گذشت، یه بار دیگه شما از چسبتون روی کارتون بیاین، بعد نگاه کنید اینجا خط ایجاد شده، همینجا که خیسه این قسمت دستمالتون رو جدا کنید. هنوز خیلی خوش نشده. این خط رو از بین ببرید، چون کلا اگه برای همون گفتم با قیچی برش نزنید، چون وقتی با برش قیچی بزنید انگار که شما یه کاغذ رو برداشتین، بریدین، چسبوندین روی سطح کارتون و ما نمیخوام اون اتفاق بیفته. ما میخوام کسی که مخاطب که ببینه فکر کنه که این واقعا یه نقشایی که حالت نقاشی روی خود چوبه. احساس این که یک چیزی رو بریدیم، وصل کردیم، یه حالت تیکه جدایی از این، میخوام که اینا با هم در ارتباط باشن، وصل باشن. پس یه بار دیگه ما اینجاها رو هر کجام که حالت خط ایجاد شده باشه رو همینجا شما دستمالتون رو کم کنید، با ناخنتون یه ذره دستمالتون رو کم کنید که خط نداشته باشید. الان اینجا بود من یه ذره خط دارم، ببینیم به این صورت. بس باقی مونده چسب من رو کارم میزنم. این حالتایی که یک ذره حالت برجستگی داره، اینو وقتی خوش بشه میخوابه. اگر احیانا نخوابید یک دست دیگه شما چسب روی کارتون بزنید، گرچه یه ما در انتهای کار کلا اینو باید وارنیش بزنیم. حالا میتونه وارنیشتون الان نگاه کنید اینجا باز ما خط داریم، من اینا رو این دستمالا رو از کارم برمیدارم. حالت خطش باید از بین بره.
ببینید چوب رو سنباده زدین، من دیگه اینو رنگش نمی کنم. از این طرح دستمال کاغذی میخوام استفاده کنم، چون الان رنگ چوبم این رگه های چوب و این گره ها اینو خب کار قشنگ میکنه. دستمال کاغذیمو این طرح دستمال کاغذیه، برای اینکه دستمال کاغذیمو آماده بکنم که روی این بندازم نمیام از قیچی استفاده کنم. چیکار کنین؟ بیاین اطراف کارتون رو فقط خیس کنین با آب معمولی. البته قلمتون قلم خیلی بزرگی نباشه که یک دفعه کل دستمالتون خیس بشه. این من قلم کوچیک برداشتم به خاطر همینه. چون میخوایم نامنظم اطراف دستمالمون رو جدا کنیم. حالا شروع میکنم به جدا کردن دستمال به این صورت. ببینید این خیلی مهمه که به این صورت جدا بشه. لبه هاش میبینیم به چه صورتیه. این حتما تو کارتون باشه. خیلی خوب. به این صورت که در اومد، حالا من از اینجا اینو جدا میکنم. از این قسمتم جدا میکنم. خب. حالا این دستمال ها معمولا سه است، یا سه لایه یا دو لایه. باید دو لایه‌ش رو جدا کنیم. اینکه خب این دستمال ما دو لایه بود، ولی اگه سه لایه بود دو لایه‌ش رو جدا کنیم. این الان دو لایه است، ما این یک لایه‌ش رو. نه این هم سه لایه است. ببینید ما با این دو لایه کار نداریم، اینو ما کار داریم. بعد اینو میاد چیکار میکنیم؟ اینو میاین این زاویه ها رو بذارین گوشه کارتون به این صورت. از چسب ناپکین استفاده میکنیم. یک قلم نرم و پهن استفاده کنین. دستتون رو روی دستمال بذارین، روی دستمال ما چسب رو میزنیم. ببینید اینجا ما هم طرح چوب داریم، هم نقش دستمالمون رو داریم. اون تیکش رو میذارم، وقتی سطح روی قسمت جعبه رو رنگ کردم اونو برمیگردونم روی قسمت روی جعبه. خب این یه مقداری حالت حباب پیدا میکنه، بذاریم بمونه که تا کاملا خوش بشه. این چسب رو من ادامه میدم که اینجا با هم مرزی نداشته باشه. خب ببینید به این صورت در اومد. میذاریم خوش بشه. بعد ما یه کالر واش هم روی این باز انجام میدیم که این قسمت هایی که رنگ نگرفته رو بگیره، چون الان ما رنگ کاملا غلیظ گذاشتیم، یه جاهای باقی مونده. بعد میذاریم کاملا خوش بشه، یه روز بگذره بهتره. بعد اینو ما یه کالر واش هم میکنیم که این قسمت هایی که نگرفته بگیره. حالا این جاهایی که قسمت های باقی مونده دستمال رو
که چوبمون هم دیده بشه اشکالی نداره. در همین حد کافیه. ببینید یه مقداری داره چوبمون هم یه مقداری داره دیده میشه. به همین صورت کار کنید، خیلی پرش نکنید. یک کم رنگ میذاریم. بافت چوبمون نمیخوایم نابود بشه. با تامپون حرکت بدین که یه حاله رنگی از این آکریلیک بیاد روی کارتون. ببینید یه جاهای چسب دستان کاغذی خوب نگرفته. اینو با یه چیز تیزی یا با سوزن یا با سره قیچی هواشو بگیرین. وقتی هواشو گرفتین 2 مرتبه چسب بزنین، چسب میره اون زیر و این صاف میشه. خب ببینید 2 مرتبه این با یه چیز تیزی این زدم که هواش خارج بشه. 2 مرتبه چسب ناپکین رو یه بار دیگه روش بذارین، فشار بدین. الان دیگه دستمال تقریبا خودشو گرفته و این حبابایی که به وجود اومده، هوایی که رفته زیرش با فشار اینطوری خارج میشه، چسب میره زیر دستمالتون. پودراستیمو با این رنگ سبز آنتیکوینم یه کوچولو مخلوط کردم. این سبز به دست اومد، تقریبا سبز برگای اینجا. حالا تامپون رو میزنم. یکم روی برگای گل از این رنگ بیاید. هر کجا هم که رو زمینه گرفت باز از اون رنگ آبی سفیدتون لکه گیری بکنید. من میخوام از این رنگ روی گلم هم بزنم، یعنی اینکه هیچ اصرار نیستش که گلمون رو بخوایم جدا از این رنگ بکنیم. برای اینکه این یه حالت نقاشی رو پیدا کنه، یه جایی میایم با رنگی که درست کردیم برگ میذاریم. قلمتون رو تو رنگ حسابی بچرخونین که سر قلمتون تیز بشه، شاخه بزنین. قلم رو حتما توی رنگ بچرخونین که به این صورت سر قلمتون تیز بشه، بتونین شاخه های ظریف کار کنین. با یه قلم پنتر برگای کوچیک‌تر کن.